سلام و درود به تک تک شما دوستان. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه هر جایی که هستین. به چنل سلامی خوش آمدین. من سیف الدین سلامی هستم با یک ویدیو دیگر در خدمت شما عزیزان. امروز آمدین با دیالوگ های جالب مرحوم غفور قطبیار که یکی از هنرمندای بسیار خوب افغانستان بود. با دیالوگ های جالبش بریم طرف ویدیو. امیدوارم که خوشتون بیاد. لطفاً برای حمایت از من چنل من را سابسکرایب کنین، لایک و کامنت فراموش نشه و بریم طرف ویدیو. اوه پشت دروازه هستی؟ قربان دروازه چاو ناجل باز میگه. بیادر چی ماسل به چوب باری سر ما پیدا میتی؟ اشار استاده پایاخ نامدی. بیا بشین. زکی جان یک دقیقه بیشی؟ من 2 ساعت بعد چای دم کردم. نه بیشی بیادر حاجت چای ما. یک دقیقه گپ میزنیم که باز ما رفتن نیستیم. رفتن یا چی کده که تو میری قربان رفتن چو؟ بیادر کل گپا به یک گپ نرسه. جوان خواستگار پشت نخات سیاه روان که دیگه هیچ سر درکش معلوم نشه. وقت آریسی را تعیین کو که معامله بخیر ورداشته شود. او قربان معامله چو. خب والا یک گپ است که چه رقم بگویمت. ما یک $50,000 از او فیصل بی وجدان گرفتیم به خاطر یک سر سوغات. اینالو پیسه را ندارم که دریوش بزنم بگندگه طرف ما دور نخو. غریب آدم چطور کنم؟ چی میکنی او بیادر؟ یگان جای دیگه الماری مرماری غارغور دیگه پیدا نمیشه؟ قربان غار غور چوم. میگه دیوالا غار داره، غارا موش داره، موشا گوش داره. ینگید که بیا موش شوری از بوی پیسه را پیدا میکنه. یگان عیاشی روا باشه. چندان پیسه هم نیست. یک شو دبی بری صبح بی قرضار میمونی. 2 شو د وزیر اکبر خان د گست هاوس تیر کنی پیسه بس نمیکنه. راستی تو دادی و ما گرفتم کار نداشته باشی. هیچ مشکل نیست. خب بیادر اگه اجازه باشه ما رفته نیستیم. چای هم نخورد. و خیر باشی. قربان رفتن چون پیشرید خوبی. شو پنیر آورده بود. چه شدک؟ ناوقت از خواه خیستی. نام خدا دخترایت نوش جان کردن. دخترا نگو بلا بگو. قربان بلای چو. امی سریالا را چرا سعی میکنی بچم؟ خوار بخی شوی خوار بگی. شوی خوار بخی خوار زن بگی. امی هم سریال است که شما سعی میکنید دور از فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان. دیگه امی ها را سعی نکو جان پدر. دور بتی چینل. خواستن همین سریال ترکی ای بگی زنی او را بگی، ای خشوی او شو، ای بگی نمیفهم برو خواری او را بگی، برو زنی او را بگی. خیلی گوی در گوی است. چی والا؟ چی است؟ حالا می توی هیچ ثابت معلوم نشد. چی میکنی؟ امرای زکی آقا رسی میکنی یا نه؟ تو چرا دشمن جانت هستی؟ او آدم امرای پیسه بازی میکنه. خوش نداری که در موترهای لکسس شیشه سیاه گشت و گذار کنی؟ که کل دوستایت عواسته بخوره. قربان عواسته چو؟ ماما جان امروز زیر پل سوخته رو ببینین چقدر از هموطنهای ما رو ایروین میکشن. چقدرشان سیل میبره و نیمشان از گشنگی جان میتن. نامشان هم بعد از ایروینی از مادر خود پدری تولد نشدن. زکی و اشخاص با کمک بادرهای خارجیشان است که با حیات هموطنهای ما بازی میکنن و از خون از اوناست که صاحب موترهای شیشه سیاه، بادیگارد و غیره شده. من نمیخوایم در این گناه خود شریک بسازم. من هیچ وقتی کار قبول نمیکنم. قوارید برکشان ایمانه گپ از موترهای لکسوس شیشه سیاه میزنی تو به خدایا. خب زکی هم کور شده. کجای سبزلی شیبرنج به نمک خوش کرده. باید خود دختر نمکدار خوش میکرده و لا ازلاله. فهمی؟ او سبا روز معلم میشه. باز در این وطن که معلم قدر قیمت داره. در افغانستان دیدی کدام معلم بلند منزل داشته باشه، موتر داشته باشه، سرای داشته باشه و یا کدام خانه شخصی داشته باشه. یا رشوت بخوره و
از پول رشوت زندگی خود پیش ببره. نه، اگه چوکی مدیریت هم داشته باشه بازم اونمو یک بایسیکل در زیر پایش است که نه قنجقه داره و نه زین. او کت مواد مخدر گیر آمده بلیاز خدا، خلاصش میکنم. با زور واسطه شو یا با زور پیسه، مقصد برات میکشمش. اون صمیم همون بچه کورش کم لغتت کرده بود. همین حالا وقتش از ملک رو ده بگیره. زیاد فیلم رو قاره چرت نزن. الله حافظ. آوالا بچهش تاشو که عقشا بته. عقه کی دیده دست میته نو بچه؟ باکلولا او بچه که در کلولای سفید چیشه کسی که صمیم بیچاره لغت کرده بود. خفه ما ساختی. او دفعه خود دلم برا سوخت که زیری مشتای آینیم نمره. ام دفعه خودم یکی مردارش میکنم. بشینه پودا. همه تو وقتی گپ میزنین که ما در موتر ششتیم، اگه بزنینش هم بینیم بریده، اگه بره باز زیر پایش سک وری لوتک بزنین هم بره مشهر. کلگی میگه نه بچه قبندان، بچه لالا، بچه وکیل زیر پایش خر وری لوتک میزنه. خجالت بکشین، شرم از برتان. خودم را بانین، من خودم میفهم که چه کنم. شما وشتو کسی چوشکتان بخورین. آقا خفه ما ساختی. از خاطر عزت تو ما ای بی عزتی را قبول میکنم، اما ماندن باش نیست. چوب شو گوی فیل. یک قلاف و پتاق نزن که کرمای سرم چوب شو گوی فیل. کرا سای که تان که روش باره زور سای که آراق مرده باره. باید میزدیش لیف لیفش میکدی. چند شد پیسه؟ ای خدا. ما بگی پولیسی هایشان مسئول باشه حرکم. ای خدا واقعا جالبه. این اسمی این فیلم هم که شاکاکول داخلش هست فکر کنم همت افغان است. واقعا یک فیلم خیلی جالب است، اگه خواستین میتونین ببینید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاید. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره و فعلا خدا نگهدار. حال دل تک تکتون خوب باشه. که خوردم دیدن در این